سینه ها. سلام به همه دانش آموزانم که سپاه فکرشون رو آماده کردن برای یورش بردن به مواضع امتحانات، به همین محکمی، به همین استواری. مطلبی رو که امشب برای بچه آماده کردم قسمت ابتدایی فصل اسید و باز هست که توی امتحانات ترم اولشون هم مورد سوال قرار میگیره. چند تا 7-8 صفحه بله کمه، تا صفحه 58 کتاب درسی. چند تا مدل رو کتاب به ما معرفی کرده، مدل آرنیوس، مدل لوری برونستد. من امشب چون احساس کردم مدل لوری برونستد و یه ذره بچه‌ها توش ضعف بیشتری دارن، مدل لوری برونستد رو براشون انتخاب کردم. اگر اجازه خواهش می‌کنم در خدمت شما. خب دانش آموزای عزیز و دوست داشتنی خودم مثل همیشه تقاضا میکنم که کاغذ و خودکار توی دستای شما باشه و به LCD ما دقیقاً به چشم تخت سیاه کلاسمون نگاه کنید تا بتونیم یک شب خیلی خوبی رو با همدیگه داشته باشیم و از پس مدل لوری برونستد بر بیام. خیلی مبحث ساده‌ای هم هست، کار سختی رو پیش رو نداریم. لطف کنید اسلاید بعدی. خب دقت داشته باشید، توی هر کدوم از مدل‌های اسید و باز، اسید و باز یک تعریف جداگانه‌ای داره. موضوع بحث ما امشب مدل لوری برونستد. باید توجه داشته باشید تو مدل لوری برونستد ما اسید رو ماده‌ای میدونیم که توان این رو داشته باشه که یون هیدروژن، یعنی همون هاش مثبت یا به عبارتی پروتون رو به یه ماده دیگه‌ای بده. پس من اسید رو ماده‌ای میدونم که بتونه یون هیدروژن یا پروتون رو به یه ماده دیگه انتقال بده. و در این مدل تعریف من از باز به این شکله: باز رو ماده‌ای میدونیم که بتواند یون هیدروژن یعنی هاش مثبت یا پروتون رو از یه ماده دیگه‌ای دریافت کنه. جمع جور کنم حرفمو، میگم در مدل لوری برونستد اسید دهنده پروتون و باز گیرنده پروتونه. لطفاً اسلاید بعدی رو برام زحمت بکشید. خب یه مثال رو بریم با هم بررسی کنیم. HS یه بار منفی به اضافه HF میدهد H2S به اضافه F یه بار منفی. دقت کنید الان HS یه بار منفی در واقع گیرنده پروتون یا هاش مثبته، چون هاش مثبت رو میگیره و تبدیل میشه به H2S. پس الان HS یه بار منفی اینجا برا من نقش چی رو داره؟ نقش باز لوری برونستد رو داره. و HF اینجا دهنده پروتونه، پروتون خودش رو میده و تبدیل به F یه بار منفی میشه. پس چون HF دهنده پروتونه ما اسم HF رو میذاریم اسید لوری برونستد. اسلاید بعدی رو محبت کنید. ببینید بچه‌ها، مطابق مدل لوری برونستد هر واکنشی که در آن جابجایی یا انتقال پروتون از یه ماده به ماده دیگه رخ بده رو ما اسمشو میذاریم واکنش اسید و باز. یه نکته خیلی مهم اینجا دارم: اسید لوری برونستد هنگامی میتونه در نقش دهنده پروتون بازی کنه که یه باز لوری برونستد برای گرفتن پروتون اون تو محیط وجود داشته باشه. ببینید اسید میخواد پروتونش رو بده، زمانی میتونه پروتونش رو بده که تو محیط یه باز لوری برونستد وجود داشته باشه که اون پروتون رو دریافت کنه. اسلاید بعدی رو محبت کنید. این مثال رو نگاه کنید بچه‌ها. HCl الان اینجا نقش اسید لوری برونستد رو داره، میخواد پروتون یا هاش مثبتش رو از دست بده و تبدیل بشه به Cl منفی. اینا هممون میدونیم، اما باید به این نکته توجه کنیم: زمانی HCl میتواند پروتونش رو از دست بده که یه باز لوری برونستدی مثل H2O اینجا وجود داشته باشه که H2O بیاد اون پروتون رو دریافت کنه و تبدیل بشه به یون H2O مثبت. پس اینجا الان HCl نقش اسید لوری برونستد رو داره و H2O نقش باز لوری برونستد رو داره. لطفاً اسلاید بعدی رو بیارید. حالا همین H2O میتونه در جای قرار بگیره که خودش اسید باشه، در کنارش یک باز دیگه. دقیقاً به همین شکل. مثالشو داریم، اتفاقا مثالشو داریم. لطفاً اسلاید بعدی رو زحمت بکشید. خب حالا توی اسلاید قبلی راجع به اسید لوری برونستد گفتم، حالا برم سراغ باز. باز لوری برونستد تنها تو شرایطی میتونه گیرنده پروتون باشه که تو محیط یه اسید لوری برونستد وجود داشته باشه که به اون هاش مثبت رو بده. تنها در این شرایطه که باز لوری برونستد میتونه در نقش گیرنده پروتون عمل کنه. مثال رو برام محبت کنید. اسلاید بعدی رو بیارید. الان NH3 اینجا
با آب واکنش میده، تولید میکنه NH4 مثبت و یون OH منفی، یون هیدروکسید. الان NH3 باز لوریبرونستته. چرا؟ چون میخواد پروتون رو دریافت کنه و تبدیل بشه به NH4 مثبت. تنها در صورتی میتونه این پروتون رو دریافت کنه که یه H2O اینجا مثل اینجا وجود داشته باشه و نقش اسیدی رو بازی کنه، همونطور که آقای مهندس خوشنویسان هم فرمودن، بتونه پروتون رو بهش بده و اینم پروتون رو دریافت کنه. پس زمانی باز لوریبرونستت نقش گیرنده پروتون رو داره که یه اسید وجود داشته باشه که بتونه پروتون رو بهش بده. لطفاً اسلاید بعدی رو بیارید. توی مدل لوریبرونستت برای واکنش‌های برگشت ناپذیر یا همون واکنش‌های یک طرفه ما فقط میتونیم اسید و باز رو در سمت واکنش دهنده ها یعنی سمت چپ تعیین کنیم. مثالش رو بیارید لطفاً، اسلاید بعدی رو زحمت بکشید. از همکارا خواهش میکنم دقت بفرمایید، این یه واکنش یک طرفه یا برگشت ناپذیره. الان مجددا HCl نقش اسید لوریبرونستت رو داره، پروتونش رو میده میشه Cl منفی و H2O نقش باز لوریبرونستت رو داره، پروتون رو دریافت میکنه و میشه HCO مثبت. پس چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاق اینه که تو واکنش های یک طرفه یا برگشت ناپذیر اسید و باز در سمت چپ تعیین میشن. لطفاً اسلاید بعدی رو بیارید. و اما بریم ببینیم توی واکنش‌های دو طرفه یا برگشت پذیر چه اتفاقی میفته. تو واکنش‌های دو طرفه یا برگشت پذیر ما توان این رو داریم که اسید و باز رو هم سمت چپ تعیین کنیم هم سمت راست، البته به شرط این که بین مواد ما تبادل پروتون یا همون یون هاش مثبت وجود داشته باشه. بریم من مطلب رو توی مثال براتون جا بندازم. لطف کنید اسلاید بعدی رو بیارید. این مثال یه واکنش برگشت پذیر و یه واکنش تعادلیه. الان سمت چپ HF نقش اسید لوریبرونستت رو داره چون دهنده پروتونه و تبدیل میشه به F یه بار منفی و H2O نقش باز لوریبرونستت رو داره چون گیرنده پروتونه و تبدیل میشه به HCO مثبت. حالا بیا با هم بریم سمت راستش. تو سمت راست F یه بار منفی میشه باز لوریبرونستت. چرا؟ چون میخواد هیدروژن رو دریافت کنه و بشه HF و HCO مثبت نقش اسید لوریبرونستت رو داره. چرا؟ چون میخواد اون پروتون یا H مثبتش رو از دست بده و تبدیل بشه به H2O. پس تو یاد گرفتی امشب که تو واکنش‌های تعادلی و برگشت پذیر اسید و باز ممکنه هم سمت چپ وجود داشته باشن هم سمت راست. لطفاً اسلاید بعدی رو برام بیارید. بریم با هم یه تست حل کنیم. با توجه به واکنش‌های زیر کدام مطلب درست است؟ واکنش یک H2SO4 یه بار منفی به اضافه HCO مثبت تو تعادل با H2SO4 به اضافه H2O. واکنش بعدی رو دقت کنید. HSO4 یه بار منفی به اضافه H2O تو تعادل با SO4 دو بار منفی به اضافه HCO مثبت. این تست میتونه تسلط تو رو بالا ببره. گزینه یک، قدرت اسیدی یون HSO4 منفی از قدرت اسیدی یون HCO مثبت بیشتره. ببینم درسته یا نه. ببینید HSO4 منفی اصلا اینجا نقش اسید رو نداره، اینجا داره پروتون رو میگیره میشه H2SO4 و اینجا HCO مثبته که نقش اسیدی داره. پس قدرت اسیدی HCO مثبت از HSO4 منفی بیشتره. پس من گزینه یک هم رو رد میکنم. بریم تو گزینه دو. میگه قدرت بازی یون HSO4 منفی از قدرت بازی آب بیشتره. این گزینه هم غلطه. چرا؟ چون HSO4 منفی اینجا داره پروتونش از دست میده، تبدیل میشه به SO4 دو بار منفی، تبدیل میشه به یون سولفات. یعنی اینجا HSO4 یه بار منفی نقش اسیدی داره. وقتی این نقش اسیدی داره پس قطعا قدرت بازی آب از این بیشتره. یعنی من گزینه دو رو هم رد میکنم. اسلاید بعدی رو برام بیارید. بریم با هم گزینه 3 و 4 رو بررسی کنیم. میگه مولکول H2O در واکنش دو نقش باز رو داره. باز کی بود بچه‌ها؟ باز اون ماده‌ای بود که توان دریافت پروتون رو داشته باشه. الان H2O پروتون یا H مثبت رو دریافت میکنه، تبدیل میشه به HCO مثبت. پس اینجا آب نقش بازی داره. یعنی گزینه 3 من گزینه صحیحیه. برم گزینه 4 هم ردش کنم. یون HSO4 منفی تو واکنش یک نقش اسید رو داره. گفتم نه، اینجا HSO4 منفی نقش دریافت کننده پروتون رو داره
داره، تبدیل میشه به H2SO4 و در واقع اینجا این ماده یک باز لوری برونستد محسوب میشه. اسلاید بعدی رو محبت کنید. حالا میرم سراغ مفهوم اسید مزدوج و باز مزدوج. اینجا یه تمرکز فوق‌العاده‌ای ازت میخوام تا بتونم اسید و باز مزدوج رو برات جا بندازم. اسید مزدوج چیه؟ اسید مزدوج اسیدیه که نسبت به باز لوری برونستد خودش یه دونه پروتون بیشتر داشته باشه. باز مزدوج کیه؟ باز مزدوج ماده‌ایه یا بازیه که نسبت به اسید لوری برونستد خودش یه دونه پروتون باری کلا کمتر داشته باشه. پس چی شد؟ اسید مزدوج نسبت به بازش پروتون بیشتر داشته باشه، باز مزدوج نسبت به اسیدش پروتون کمتر داشته باشه. لطف کنید اسلاید بعدی رو برام بیارید. توی اسلاید میخوام قشنگ برات جا بندازم. هاش اف که داره هاشش رو از دست میده، اسید جا افتاده برات. H2O هم که داره پروتون میگیره تبدیل میشه به H3O مثبت، پس این بازه. بیا بریم سراغ مزدوجا. باز مزدوج نسبت به اسیدش یه دونه هاش مثبت کمتر داره. باز نسبت به اسیدش یه دونه هاش مثبت کمتر داره و اسید مزدوج نسبت به بازش یه هاش مثبت بیشتر داره. اسید مزدوج نسبت به بازش یه دونه هاش مثبت بیشتر داره، پس میشه H3O مثبت. لطفاً اسلاید بعدی رو برام بیارید. بریم به اتاق